امام سجاد در صحیفه سجادیه در دعا برای پدر و مادر عرض میکند خدایا به من کمک کن که من در مقابل پدر و مادرم مثل این باشم که گویا در مقابل بزرگترین سلطان دنیا ایستادم. جلو پدرتون اگر عاقل باشید اظهار نظر نکنید، چیزی به پدرتون یاد ندید، به خاطر مادرتون با پدرتون دعوا نکنید. نه اسرار عزت. وقتی در مقابل پدرت با اون همه ثروت انقدر ذلیلی خدا عزت بهت میده. قرآن میگه در مقابل پدر و مادرت دوبال ذلت خودت رو بر زمین بگستران. این خیلی حرفا، هیچ احساس منیت که با من میگم به من چرا دادی، به من چرا ندادی، چرا به برادرم دادی به من ندادی، تو نطفه نجس بابات بودی. مثلا خجالت نمیکشی به پدرت بگی چرا احترام من رو رعایت نکردی پیش فامیل باباته؟ 2 تا زد تو گوشت باید درجا دستشو ببوسی، جلوی فامیل، جلوی جمع، جلوی همه گفتش که خفه شو بتمن، باید بگی چشم. اگر آیت الله عظما باشی، اگر پروفسور سمیعی باشی، هر کی که باشی بچه باباتی، بچه مادرتی. برای بابات که آیت الله عظما نیستی، برای مادرت که استاد نیستی. خدا پدر مادران کسانی که از دنیا رفتن رحمت کنه. من تو همین 2 سال اخیر والده من به من میگفتن حاج آقا، من خجالت میکشیدم وقتی میگفتن حاج آقا. مادر نگید حاج آقا، من حاج آقا نیستم، من بچه شما، من محمده. نه مثلا پدر من دیگه، حالا مثلا من اگر دکتر شدم باید به من بگه دکتر. امام سجاد میفرماد حق پدرت بر تو این است که ببینی، به خودت نگاه کن، اگر حافظ قرآنی، اگر شاعری، اگر هر چی هستی، هر چی در خودت میپسندی که این منم که همچین هنری دارم، اگر پدرت نبود تو نبودی که بخوای امروز حافظ قرآن باشی یا استاد باشی یا هنرمند باشی یا مداح، هیچی نبودی. واسطه تمام فیوزات خدا به تو بعد از امام عصر پدرت. تو همون نوزادی بودی که در نجاست دست و پا میزدی، 2 سال و نیم مادرت کثافت تو ازت تمیز میکرده. چی میگی؟